جورخان شریپوف از کودکی به پرورش خرگوش مشغول است. در اینجا او خرگوش‌های خرد و بزرگ و نوزاد را از هم جدا نگه می‌دارد. جانوران نوع‌های گوناگون و محلی هستند. خوبی خرگوشان محلی در آن بوده است که کم بیمار می‌شدند. با گفته جورخان از 2 تا 5 کیلو گوشت می‌دهند. ما کم کم همیشه بیکاری خرگوش پرور ای وقت داشتیم، یا وقت پرفتم با بیکار کشیدیم با دست گرفتیم همیشه، برای که یک محصولاتی که نه آوازت میتن نه هیچ چیز تینج کک یا بار اوقات شدی تو بگر اخر وقت میخرم است. اینا مارکای ما فقط محلی میگیریم که محلی با سازای تری کسال پسال دارو و کل ما دیدگی نیستم. سال 2022 در ولایت ختلان برنامه مخصوصی خرگوش پروری قبول شد. هدف برنامه زیاد کردن سرشمار خرگوش در ولایت بوده است. دولت هم به چند نفر در 2 سال گذشته 300 خرگوش تقسیم کرده است تا ساحه را رشد دهند. در ریاست کشاورزی گفتند که مردم هم خرگوشی زیاد میپرورد. اساساً در بخشی اهالی بسیارتر به چشم میرسد، زیاده از 15000. یکی برای رشد دادن همین برنامه، رشد دادن همین ساحه خرگوش پروری، باید ما در بخش جمعیتی و خودجگی دهقانی سرشمار خرگوش را زیاد کنیم و در اون حالت ما میتوانیم که رشد همین ساحه را تامین کرده بتونیم. در بخش اهالی اهالی در خونش در اون خونه استقامتی خودشون پرورش کردن. گوشت خرگوش پرهیزی و در بازار کمچین است. خب پرورش میکنند اما برای تکرار استحصال کنی برای گوشت استفاده میبرند. اینا گوشت پرهیزی است. گوشت پرهیزی برای کسالی دل بسیار فایده داره. نرخ خرگوش در بازار وابسته به نوع آن از 50 سومونی سر می شده اند. جورخان میگوید که گاه خریداران از خانه اش گرفته میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2022 برنامه رشد ساحه خرگوش پروری تا سال 2026 را تصدیق کرد و برای اجرای آن در سال گذشته 300,000 سومونی اختصاص داد. اما جورخان هیچ بهره از این برنامه دولتی نبرده است. میگوید که در گذشته چنین برنامه‌ها وجود داشت و گاه مرغ و خوراک آن را میگرفت. حالا فقط مستقلانه کارش را پیش میبرد و میگوید اگر کمک دریافت میکرد شاید شماره خرگوشانش زیادتر میشد و در رشد خرگوش پروری سهمش هم زیادتر میگشت.